بیا بابشه بیا بشین ولا کجکی ولا کجکی ولا کجکی چوب کن بیا بشین ولا کجکی بله بابا چرا نمیشنوی هر چه قیق میکشون خوب میگم بله هر چیزی میگم بله شما نمیشنوی گلو ما پاره شو وی بخوانه چیه الله الله نه لیلا لیلا بیا 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 لیلا بیا 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 لیلا 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 عباس نیا برو نیا برو نیا نیا برو برو نیا نیا بیا بیا دیگه که ببینیم جفت کدنه جفت بیا بیا برو بپرید عباس بیا عباس عباس خود دختر من بیدم باید تا کلینیک هم نشکست و پرسان کنم همین چی رقم بده؟ این مسئله چی رقم بده؟ بابا چی نگه چی بوده من صدا کرد که مادر کجکی بیا وقتی آمدم سعی کردم پیش آمدم نگاه کردم دیدم که بوزنیه خب بترسیدم قلبم اول سادگه بفتادم بابا نفهمیدم دیگه چی کار شد بابا شد دادا حال خوبه؟ این دختر فکر نکرده این بیزنس کس به خونه خو میاره این چی رقم انسانیه این چی رقم چی بگم به زیدگه زد که میتر قلب از این میستو با خوب شد با ما فرقای اینا رو بیاردم سریدن دیدم گیلک بزنه و دست نه برگ خوار تو زف کرده میاد خوار میدم زف کرده بعدش این چی رقم انسانیه این تا به کی ما بگم برزی اما بابا من پولا چیزه پولا 5000 روپیه خوار خرج کرده بودم خب یک چیزی میگم بابا چی نگیم بس ما کم میفهمم که تو باید طرفداری از اون می بکنی اینجا پیش می چی شو؟ چی شو؟ همین بزنه ها یک چیزی بابا همالی بخرید همین صبح بخریدم چی؟ بزنه کی خرید؟ بابا می کجید این بوزنه که بابا تو بخیرده بیارد به می خونه بفهمیدی که مادر تو چه کار شد چکار شو؟ زوف کردی بود آخی ما از حال آوردن کی کلینیک دوف کرده بود؟ آخه مادر تو خب خوش بخیرده خبرین شما بابا ما چی خبر داشتم ما به پیش گسپندا بیدم بزنر کی خریده؟ بابا ما خریدم که پول نداشته پول اکو 5000 روپیه داشتم آنه بدونی مادر بزنه بخریدم آنه من پولا رو دیشب دست دادم گفتم این پولا قرض کرده بودم 5000 گفتم این 5000 بابا رو دست خوار بده آنه بگو یک بزنی بخویلی نبود هم تو اقدر چوب که تو بوزنه دل تو خوش شد که بوزنه آورده پیار تو دیگه تو چوب که 5 دقیقه آنه 5000 از خوره قرض کرده بودم من این پولا رو بدادم برای که سبب رو دست را بدم به دست خوار من بده آنه این پولا رو خرج کردم من چه خوب کار کردم چی خوب کار کردن بگرد کردی؟ تو مدام میگه که مدت چی حال روزگار به سر یا ما خاطر ساعتی که خوب کار کردم همین مادر ما یک بزنی بترسی نفهمیده از کی سوندی بدون این بزنه نه تمو زمین ها به دست من تکا که بابا ما بخریدم خوب بخزیم بابا بخزیم که دیر نشده بریم برای عباس ما پیدا کنیم بوزنه پس بدیم برای خودنا هم هم پولا بستن که پولا قرض بده آخه بابا بستن پولا کار بدم تو همیشه خوشحالی که پیشت پیاره داری میره به تو بوزنه میستن خوشحالی دیگه بچه بله گیلک ندیدی نه صبح بدیدم ایا میتو بزنه و دستی بوده میتو میره
صبح نمیگم صبح نه آلک ندیدی او نه صبح بودم این تلویزیون و دستی بود میرم آه بله خیلی Pane, از که ولد تو میپالم بله از که ولد تو میپالم بیا بله. کی بتره بیا خب همه گله ها بگو کجا بودی از بودم هیچی همین بوزدن کجا کردی بوشنه ها بوشنه به کجا بیده با کجا بودن نگو که به تا خونه که بیارد خوان رو صف کرد او به فسرای به قال مقدونه با خوان مرد بریم کجا برم بریم کور بفروشیم که با خدای دفعه خواه همون در خوان رو صف کرد دفعه صف نکنه و میارم به سلام بیا بریم بده پیارت کجا با خونه یا چره سلمانیا با سرا شما نه با ما من میزنه ایلا ور نگه دور هر کاری میکنی از سرا مگم گم کنی همه میترسن با چندی خیلی بوزنر به دونی مازو خب خوان دست پول داد که برو به دست خوان بده بفتی پول بوزنه خریدی ما گفتم این مقبولاتیه چی میفهمی مقبولکه لا حول ببرم هر رقم میکنی از سرا گم کن پیارت و سلامونا نیا بله اول گفتی هسته بیا برو بیا که کله بخرام نه بابا پیارت من میزنه شو نمیلیس که نه میرم اتم نمیری نه بر الان میرم من نمیری نه برو دیگه سعی نکن برو الان میرم اتم خواهم مقدم وام کنه که بخون بره با خدا عباسی گردن ما بند باشه بوشنی من نرا پیش سلام سلام نمیری با خدا اگر پیش الان تک موریله میدم یا نمیدم کسا بده خود تو مرد یکی بچی پیار خونی خوب اگه تو بچی ماما نوروزی همه بوزنی من ببر اگلک خوب اگه تو نمیتمیزونو که مگر مثل می شلغمی که کوخ نمیزنه مگر اون کوخ زنی الان میرم رو میکنم کوچه به دست بچه‌مونه که ببره بخو بله امید جا تو مردی پیش برو الان سکو ای بیا آمده که به سر ما فیلم بازی کنه پیارتا به سرای کمر بزنه ای من طاقت دارم که پیارتا مر بزنه من تا به 5 شو دیگه نمیام مثلا بله خوبی بخیر عباس چی؟ چه کار شده او؟ زوف کرده گیلک بوزنر بیاورده به خونه خوارمه بدیده زوف کرده خواهمی گیلک آدم خوردی یه زن نمیفهمه که زنکو یک چوغو که میترسم بوزنه چی معنی میده که آدم به خونه خور بیاره به پی زنه به چی خو حالیش تا نخوار تو ببردی به دکتر اگه لازمه که من بیایم بیاورده مالی او خوبه صحیح خوبه خداحافظ تو سر که میگی لک فقط به چی نادونیه بوزنر وردش تو بیاورده با خونه خود زن وقت داده زوف کرده بدیده وای تو دیگه از این کلانتر چیزی می بشی خجالت نمیکشه مغزر یالا بیا تجیر بیا سلام علیکم ماما جان و علیکم سلام کجا میدی ماما؟ بیاری ماما بخیر راستی به خیلی سلامتی شکر. خوب موقع میدی ماما خبر شدی تو از اینکه ماما مدام
زوف کردم. این پیشتر عباس به من زنگ زده. ماما دونی مزریفه پولا مردم ببردم بدادم بالی بوزنی آوردم بوزنی بیاوردم به خونه مدرمم ندیدم من تکه بیامدم خونه هم یک دفعه مدرم زوف. آخه ماما جو همی بوزنه به خونه آدم چی معنی میده که تو به پیش زنکا بیاریو؟ زنکا یک گربه یک چوغو که میترسن. راست میگی ماما مادر بیچاره مزوف کدی رو ببردم به دکتر حالا بیاوردم اونه به خونه. خب حال من نگه دست امی پیار تو من چه کار کنم دیگه؟ من چون ماما من نمیفهم من نمیگم من اگه میفهمیدم به پیار خون میفهمندم. ای اصلا من نمیفهم که هیچی نون خوردن خور نداره دونی مزلی په پوله ببرده با بالا بیوز نداده. اموق درد بودی وقت جوجه گربه از جوجه گربه کتا. وای 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 تو خجالت کش دیگه. من مگاری به تو بچی تو مگاری به تو یاد ده. چیکار کنیم ماما؟ دیونه شدیم ما پاگه دسته میگیره هر روز یک شامبول غزم اندازه ای. همین زد درد سر بیخان خود ما هست ما مکنیه یاد ما از سراوادی شما میره. راست میگی ماما. با این کارا پیار تر که میبینم حال ده دیگه بیخی جندا به سر نمیریزه. خود ماما راست.